бозам як рӯзи навро бо ҳам истиқбол мегирем ва сипос ки иҷоза медиҳед ки дар субҳи нав бо ҳамдигар бошем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам дар рӯзи 9 январ дар рӯбарӯи шумо. имрӯз панҷшанбе аст ва чун ҳамеша барномаи мо пур аз хабар аст ва то поёни барнома умедворам ки моро ҳамроҳӣ хоҳед кард. خب در پراگ همین حالا برف میبارد و هوا 2 درجه گرمی را نشان میدهد. انتظار میرود که در دوام روز سردی 1 درجه زیر صفر برود. در مسکو نیز هوا برفی و خنک است و حرارت سنج امروز 10 ینور 8 درجه زیر صفر را نشان میدهد. در منطقه دیگری روسیه درجه سردی از این هم بیشتر است. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان باشد آب و هواشناسان بریدن باران را پیشگویی کنند و احتمال می رود که گرمی هوا 8 درجه را تشکیل بکند. خب اکنون نگاه میاندازیم به خبرهایی که حالا من در دست دارم. خبرها زیاد هستند مربوط به تاجیکستان و جهان و فکر میکنم برای شما نیز دانستن این خبرها از منفیت خالی نیست. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت همزمان با حیث نماینده رسمی کشور در عراق به کار سر کرد. روز 8 ینور در شهر بغداد اعتمادنامه سپرد. روابط دیپلماتی تاجیکستان و عراق از سال 1995 آغاز یافته است، اما هر دو کشور دو گرفته چشمرس و اینچنین در قلمروهای یکدیگر سفارت خود را ندارند. ولی در حال حاضر عراق محل بودباش 10 زن و کودک تاجیک است که بعد سال 2014 توسط شوهر و والدان خود به میدانهای جنگ در آن کشور برده شدند. حالا این زنان و کودکان در بازداشتگاه و یتیمخانه های عراق هستند. تا به حال 6 کودک تاجیک از عراق به دوشنبه آورده شده. 13 زن تاجیک در بغداد با جرم همزیستی با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی از 25 سال زندان تا به حبس ابد محکوم شدند. زبیدالله زبیدزاده روز 9 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت تاجیکستان تلاش دارد که در 6 ماه اول امسال حدود 100 کودک تاجیک را از عراق به وطن برگرداند و افزود سبب اساسی تعیین سفیر این است که پره از حال و زندگی شهروندان خود در عراق با خبر باشیم. هدف ما در قدم اول برگرداندن کودکان است که در عراق قرار دارند. با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان پره به این کار مشغول هستیم، گفت زبیدالله زبیدزاده. صحبت با تفصیل سفیر تاجیکستان در کویت را میتوانید در سامانه www.azadi.org بخونید. ضمناً قزاقستان هم خبر داده است که 10 شهروندش از جمله کودکان را که در سوریه همچون گروگان نگهداری میشدند به زادگاهشان قزاقستان برگردانده است. خدمات امنیتی قزاقستان میگوید که سر سال 2011 به این طرف صدها شهروند این کشور به گروه های جنگجوی در سوریه همراه شدند. روز 9 ینور پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف گفت 6 ینور ما 47 شهروند قزاقستان من جمله 30 کودک را از سوریه بیرون کردیم. به قول نظربایف آنها را از راه فریب به سوریه برده در آنجا همچون گروگان نگه می داشتند. نظربایف گفت که بازگردانی شهروندانش ادامه خواهد کرد و هزارها شهروند جماهیر سابق شوروی آسیای مرکزی و قفقاز به سوریه رفته در جنگ شهروندی اون کشور که از سال 2011 آغاز یافته است از طرف گروه های جنگجوی شرکت کردند. در ادامه موضوع جلب شدن به گروه های تروریستی و افراطی، وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان بختیار سفرزاده و حاکم جان خالقزاده در روسیه با مهاجران تاجیک ملاقات کردند. ضمن گفتگو با مهاجران وکیلان به آن تاکید نمودند که تا به حال مهاجران برای شامل شدن برای گروه های تروریستی و افراطی از سوی این گروه ها همچون هدف باقی میمونند. این وکیلان گفتند دیگر ضرورت تحصیل در مدرسه های دینی خارج از تاجیکستان باقی نمانده، زیرا در داخل کشور تمام شرایط برای گرفتن چنین تعلیمات فراهم است. در پایان صحبت وکیلان به مهاجران متن پیام سالانه پرزیدنت امالی رحمان را که 26 دکبر سال گذشته
گذشته ارائه شده بود تقدیم کردند. ضمناً این گفتگوها در حالی است که 2 روز پیش کامرانشو سیاروف عنوانجوی دانشگاه دوستی خلق در مسکو که موضوع گرایش جوانان را به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی تحقیق میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت بسیاری از مرکزهای تعلیمی افراطی در کشورهای خاورمیانه زیر نقاب مکتب‌های دینی فعالیت میکنند و معلوم نیست دانشجویان توجیک هنگام تحصیل در این گونه مرکزها تا چه حد مغزشان آلوده افکار اکستریمیستی شده است. قابل به یادآوری است که طول 8 سال اخیر بیش از 3000 جوانان توجیک از مدرسه‌های کشورهای اسلامی به وطن آورده شدند. رئیست کارهای داخلی دوشنبه میگوید دوام 8 روز اول سال 2019 از 42 حالت شکستن آینه و دزدی از داخل ماشین ها را آشکار کردند. به اتهام دست داشتن در این جنایت ها 3 گروه جوانان بازداشت شدند. دستگیر شده ها اساساً با مقصد دلخوشی چند لحظه اینه در مرکزهای فراغتی دست به دزدی زدند. از جمله به اطلاع این نهاد شب 8 ینور در نویه سینا هنگام صادر کردن جنایت پالوانوف دلاور ساکن شهر حصار دستگیر شد. معین گردید که نام برده در روی نقاب کشیده با اتویورکا و بلغم مسلح گشته در حدود کوچه اسپیچک نویه سینا اساساً واسطه های نقلیاتی جمعیتی تمغه مرسدس اسپرینتر را مورد دزدی قرار داده است. او با چنین طرز یعنی شکستن آینه اتوماشین ها از داخل زیاده از 15 واسطه نقلیات مبلغ پولی و تلفنی موبیلی را ربوده است. همچنین در نویه سینا نوروز شیرالی ساکن 25 ساله نویه شمسدین شاهین و ولی فیروز ساکن 21 ساله نویه واسه با اتهام صادر نمودن یک قطار دزدی ها اساساً در محله گپرزیم دستگیر شدند. این گروه را در 21 حالت دزدی و رساندن زیاده از 20,000 سومانی ضرر به شهروندان متهم می‌دانند. گروه سوم باشد طالب شریفوف ساکن 23 ساله شهر دوشنبه و علیف بختیار استقامت کننده 20 ساله پایتخت هستند که 8 ینور دستگیر شده. به اطلاع مقامات تنها در یک شب شیشه های 6 واسطه نقلیات را شکسته مبلغ و دیگر اشیاء را دزدیدند. فعلا علیه بازداشت شدگان پرونده جنایی آغاز گردیده است و تفتیشات در این زمینه ادامه دارد. خبرگزاری سپوتنیک از قبل رسانه‌های روسیه می‌نویسد که در شهر سنت پترزبورگ مهاجری را بازداشت نمودند که ماشین پودرچی ساختمان را در شهر ویبورگ آتش زده است. به نقل این خبرگزاری مهاجر توجیک با پودرچی ساختمان مناقشه کرده بعداً خواسته است از او قسط بگیرد. او از قبل می‌دانسته است که ماشین کارفرما در کجا می‌ایستد و از سنت پترزبورگ به شهر ویبورگ رفته از نقطه سوزشواری بنزین می‌خرد و ساعت 3 شب 27 ایون ماشین تمغه نیسان ایکس تریل کارفرما را آتش می‌زند. اما آتش را سر وقت خاموش کردند و ماشین به پرگی نساخته است. بعد این مهاجر به تاجیکستان می‌رود اما کارمندان پلیس با دلیل قصداً از بین بردن مالکیت شخصی دیگر نسبت او پرونده جنایتی را باز کردند. بعد نیم سال کارمندان حفظی حقوق مهاجر متهم را در یکی از بیناهای شهر ویبورگ دستگیر کردند. حالا او در بازداشت قرار دارد. و اکنون نگاهی می‌اندازیم به خبرهای جهانی و در برابر خبرهای تاجیکستان. این خبرهای جهانی را نیز دانستن کار خوب است برای شما بینندگان عزیز فکر میکنم و متوجه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید روز چهارشنبه 9 ینور ملاقات با سناتور چاک شومر و نانسی پلوسی رهبران دموکرات‌ها در کنگرس را نیمه تمام گذاشت و به نشان اعتراض آن را ترک کرده است. این جلسه به خاطر دیگر بار فعال کردن بخش‌های از حکومت و بررسی بنیاد دیواری مرزی تشکیل شده بود. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است همین حالا جلسه با چاک شومر و نانسی پلوسی را ترک کردم. کاملا ضایع کردن وقت بود. من پرسیدم اگر من بسیار زود همه راه‌ها را باز کنم در 3 روز آینده شما طرح امنیت مرزی شامل بنیاد مرز با مانع‌های پولادی را تصویب خواهید کرد؟ نانسی گفت نه. من هم گفتم خداحافظ. هیچ چیزی دیگری کار نخواهد داد، میگوید دونالد ترامپ. بنیاد دیوار در مرز مکزیک از جمله وعده‌های مهم انتخاباتی دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا بود. نشست دونالد ترامپ و رهبران دموکرات‌ها در کنگره آمریکا در 19مین روز قطع فعالیت بخش‌های از حکومت فدرالی آمریکا برگزار شد. فعالیت بخشی از حکومت آمریکا پس از آنکه 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات در سنات درباره تامین بیش از 5 میلیارد دلاری طلب کرده دونالد ترامپ برای ساختن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک به نتیجه نرسیدند، از 21 دکامبر قطع شد و گفته می شود
این مشکل پیش اومده باعث شده است تا 800,000 کارمند حکومت به کار حاضر نشوند یا معاش نگیرند. در همین حال روز چهارشنبه رهبران دموکرات‌ها پس از خروج از جلسه نیمه تمام با رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد وی در نشست انتقاد کردند. از جمله نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت ترامپ میگوید یا راهی من یا هیچی و امکانی برای مصالحه باقی نمیگذارد. وی به خبرنگاران گفته از فضای کاخ سفید بسیار سرد است. یک گروه دیپلمات‌های خارجی از جمله نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی با دعوت حکومت منطقه خودمختار چین شینجون به شهرهای ارومچی، کاشغر و خوتان سفر کردند. به معلومات وزارت امور خارجه قرقیزستان به گروه دیپلمات‌های نمایندگان 12 کشور از جمله قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و دیگر دولت‌ها شامل بودند. دیپلمات‌ها در آنجا با رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه، مکان‌های فرهنگی، مؤسسه‌های تعلیمی، مسجد بزرگ و انشاءات دیگری آنجا شناخته شدند. به اطلاع رسانه‌ها دیپلمات‌های خارجی همچنین از اردوگاه‌های به اصلاح مرکزهای بازآموزی سیاسی چین دیدن کردند، ولی وزارت امور خارجه قرقیزستان در این باره معلومات نداد. درباره تشکیل مرکزهای مذکور در شینجان و بازداشت و نگهداری نمایندگان اقلیت‌های ملی مسلمان در آنها بار اول سال 2017 خبر داده شد. شاهدان اینچنین سازمان‌های حامی حقوق میگویند در این اردوگاه‌ها آدمان را اجباراً نگهداری و نسبت آنها مناسبت بی‌رحمانه میکنند، ولی پکین این ادعای رسانه‌های خارجی و حامیان حقوق را یک نوع تهمت مینامد. خب بینندگان عزیز، به هر نفری که همین حالا به ما پیوستند باری دیگر درود میگم. شالو گلخوجه هستم در روز 10 ینور در روبروی شما و با خبرهای تازه. و باید بگم که در آخر صحبت من حتما به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان داخل میکنم، از جمله قرب روبل روسی و همین گونه به سوالی زیاد شما درباره نرخ بلیط ها به سمت روسیه از تاجیکستان پاسخ خواهم گفت. از این خاطر تا آخر صحبت ما رو ترک نکنید. بانک جهانی پیشگویی‌اش را در رابطه با رشد اقتصادی دنیا در سال 2019 از رشد 3% به 2.9% پایان آورد. تمایل کاهش اقتصاد به روسیه تاثیر دارد که مجموع محصولات داخلیش تا 1.5% بالا خواهد رفت. این مؤسسه مالی در گزارشی که روز 8 ینور با نام دورنمای رشد اقتصادی جهان پخش شد، کاهش سطح تجارت بین‌المللی، کم شدن سرمایه‌گذاری و افزایش تشنج در رابطه‌های تجارتی را پیشگویی می‌کند. کند شدن اصلاحات ساختاری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، ترکیه و اوکراین سطح نمایانی سیاسی را بالا میبرد و تشنج در اطراف سوریه و اوکراین میتواند تحریم‌های نو و همین طور نوباوری به منطقه را به میان بیارد. در پیشگویی نو بانک جهانی قیمت نفت پایین نشان داده شد. انتظار می رود که در سال 2019 و 2020 نرخ یک بشکه نفت به حساب میانه $67 خواهد بود که $2 کمتر از پیشگویی ماه ایونی سال گذشته می باشد. مقامات ازبکستان میرودیل جلالوف مدیر شرکت زیرامکس را بعد 7 سال بازداشت بدون محاکمه آزاد کردند. همسر او فاطمه جلالوف به رادیو آزادی گفت شوهرش را روز 8 ینور بعد محاکمه یک روزه دادگاهی از بازداشتگاه تاشکند آزاد نمودند. او را به تقلب مالی و از خود کردن مالکیت غیر گناهکار دانستند و دادگاه امر داده است که $2000 جریمه بپردازد. میرودیل جلالوف را سال 2017 بازداشت نمودند و شرکتش را که در شویتزاریا ثبت نام شده بود بستند. بعداً گفته شد که شرکت را گلنور کریمه و دختر رئیس جمهوری سابق ازبکستان به نام خود کرده است. شرکت را اول در امریکا در سال 1999 تأسیس دادند و بنا به گزارش‌ها آن را شریکان غفور رحیموف رئیس اتحادیه بین‌المللی بوکس تأسیس داده است. این فرد را وزارت مالیه آمریکا یک جنایتکار اساسی در ازبکستان نامیده و از قاچاقبران اساسی مواد مخدر نامیده است. شرکت زیرامکس چند سال بزرگترین کاردهنده و سرمایه‌گذار در ازبکستان بود. ایران باشد تصدیق کرد که سابقه‌دار نیروهای بحری آمریکا در جمهوری اسلامی را بازداشت کرده است. روز 7 ینور روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که مایکل وایتی 46 ساله در ماه ایول در ایران دستگیر شده. معلوم نیست که او را با چه گناهکار میکنند. روز 9 ینور خبرگزاری ایرنا از نقل وزارت کارهای خارجه ایران تصدیق کرد که وایت بازداشت شده است، ولی درباره زمان حبس و عیبنامه وایت تفصیلات بیشتر نداد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران بهرام قاسمی گفته است که این شهروند آمریکا در شهر مشهد به حبس گرفته شده است. نام برده افزوده است در پایان روند حقوقی منصبداران ایرانی در این باره تفصیلات خواهند داد.
سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز کشتار ژورنالیست افغان جاوید نوری را محکوم کردند. این خبرنگار را طالبان در زادگاهش ولایت غربی فروه افغانستان به قتل رساندند. نوری در حکومت محلی فروه وظیفه میکرد و همزمان در رادیوی محلی نشاد دو برنامه را میزبانی مینمود. 5 ینور طالبان یک اتوبوس را در پاسگاه من نموده 30 نفر را از آن بیرون کردند و آنها در پایان گفتگوشان نوری را به قتل رساندند. رضا موینی رئیس شعبه افغانستان و ایران در سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز گفته است که این اولین کشتاری روزنامه‌نگار در سال 2019 می باشد. نوری همگی 29 سال داشت. و شرکت اپل استحصال آیفون های نو را تا 10% کاهش می‌دهد. این بار دوم است که در یک سال اخیر شرکت استحصال تجهیزات را کم می‌کند. ماه نوامبر سال 2018 اپل تولید آیفون ایکس ای را محدود کرده بود. اول ماه ژانویه سال 2019 اپل از کم شدن درآمدش خبر داد که در 16 سال اخیر سابقه نداشته است. بنابر گزارش درآمد شرکت در 3 ماه اول سال گذشته از 89 تا 93 میلیارد به 84 میلیارد کاهش یافت. در روز پخش گزارش قیمت سهمیه های اپل 9% پایان رفت. ماه آگوست سال گذشته شرکت اپل تریلیون دلار ارزش داشت و گرانترین در جهان حساب می شد. حالا باشد اپل در جای 4 قرار دارد و جای اول را به آمازون داد. کاهش قیمت اپل را به مستحکم شدن دلار و جنگ تجارتی بین آمریکا و چین ربط می دهند. بخش عمده کارخانه های این شرکت در چین جایگیر شدند. به غیر از این کاهش رشد اقتصادی چین نیز به کم شدن طلبات به محصولات اپل سبب شده است. و انتظار می رود که امروز در سرپوخوی روسیه محکمه دادگاهی الکساندر سیومین متهم در تجاوز و قتل هویدا تیلوزاده 5 ساله برگزار شود. اما طور وکیل دفاعی خانواده هویدا گفت این سودی اپلیاسیونی است. بررسی اساسی دادگاهی تقریبا نیم ماه بعد برگزار می شود در دادگاه و طور هم گفته بودیم به نقل عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا خانواده الکساندر سیومین چند مرتبه برای او مبلغ کلان یعنی 10 میلیون روبل را پیشنهاد کردند، ولی پدر هویدا میگوید این مسئله اقتصادی نیست بلکه مسئله ناموس است و باید قاتل دخترش مجازات شود. هنوز ماه اکتبر سال گذشته دادگاه شهری سرپوخوی روسیه مهلت حبسی الکساندر سیومین گمانبر در قتل هویدا تیلوزاده را برای 2 ماه دیگر دراز کرد و وکیلان مدافع و نزدیکان او ادعا داشتند که وضع روحیش خوب نیست و باید برای طبابت به بیمارستان برده شود، ولی دادگاه قرار کرده است که او در حبس بماند. همکاران ما در روسیه این موضوع را دنبالگیری دارند و در صورت آغاز شدن محکمه دادگاهی متهم در قتل دختر تاجیک ما حتما تفصیلات را هم در شکل اودیویی هم در شکل خبر و ویدیویی منظور شما خواهیم کرد. روز 9 ینور در امارات متحده عرب سه بازی آخرین دور اول سبقت گروهی جام آسیا 2019 عاید به فوتبال برگزار شد. نخست 2 بازی دور اول مسابقات در گروه اف دایر گردید. منتخب ازبکستان تحت رهبری سرمربی هکتور کوپری ارژنتینی تیم عمان را با حساب 2-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری اف منتخب ژاپن تیم ترکمنستان را با حساب 3-2 مغلوب نمود. سپس در بازی دوم دور اول در گروه ای تیم قطر منتخب لبنان را با حساب 2-0 شکست داد. به این ترتیب در 5 روز جام آسیا 2019 در امارات 12 بازی دایر گردید که 10 تاش با پیروزی یکی از دسته های منتخب خاتمه یافت و 2 بازی مساوی شد. تا حالا نتیجه غیر چشم داشت شکست قهرمان فعلی آسیا منتخب استرالیا در بازی دور اول از تیم اردن 0-1 می باشد. اینچنین حساب بزرگترین در بازی دور اول میان تیم های ملی ایران و یمن 5-0 به قید گرفته شده است. و چون همیشه در این قسمتی صحبت نگاه می اندازیم به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان برای امروز قرب اسعار خارجی رو چنین معین کرده است: $1 9 سومانی و 43 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 80 درهم و 1000 روبل روسی 140 سومانی و 50 درهم و کمی بلندتر نسبت به روز گذشته، یعنی قرب روبل روسی رو من در نظر دارم. و طوری که شما خیلی زیاد از ما درباره نرخ بلیط از ما سوال کردید و ما معین کردیم که نرخ بلیط از تاجیکستان به سمت روسیه و برعکس این شب روز در بلیط فروشی کشور از 1770 سومانی
то 2200 сомониро ташкил медиҳад. хуб ва ёдам наравад барои шумо бигӯям ки имрӯз дар барномаи хабарӣ қарор аст ки мо дар бораи вазъи Тоҷик Эйр бори дигар суҳбат кунем, чунки ин ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон кормандони худашро ба рухсатии бемузд фиристодааст ва ҳамин гуна назаре хоҳем кард ба вазъи мусофироне ки қаблан билети ин ширкатро хариданд ва ҳоло шикоят мекунанд ки на пули билеташонро бармегардонанд ва на барояшон билети нав медиҳанд ки то ин ки онҳо ба он ҷое ки мехостанд сафар кунанд бирасанд. ва боз чанд мавзӯи муҳими дигар низ дорем дар барномаи хабарӣ ки ман дар сархати хабарҳои рӯз баъд аз 3 соат дигар ба шумо хоҳам гуфт ва умедворам ки чун ҳоло дар тақдими сархат низ моро ҳамроҳӣ хоҳед кард ва саволу пешниҳодҳои худро низ ҳамзамон барои мо менависед. ман шуморо баъд аз 3 соат дигар мунтазир мешавам. то он дам худо нигаҳдори ҳар яки шумо.